بسم الله الرحمن الرحیم. بسم الله الرحمن الرحیم. چی شده؟ چی شده؟ سلام بچه های اوتر و دختر های اوتر، اینجا زیر گاز خود روشن میکنیم. روغن موندیم، پیاز هم اینجا رنده کردیم. دیگه میخواییم امروز یک قابلی خوب برایتون بپزیم، ببینیم که چی میشه. اما تو خوب مزه دار دیگه. روغن خود میمونیم که داغ بیای سر گاز. بعد هم پیاز خود اضافه میکنیم، متوجه باشیم که سنت یا خوب هم متفکرش میکنیم که بچه ها دیگه بچه باشه دیده خوب بفهمد. خب بعدش هم نمک خود میگیریم سرش اضافه میکنیم به قدر لازم. نمک هم در وجود داره که وقتی واقعا نشکل اضافه میکنیم که خوشمزه تر میاد. نمک باید پخته شود. خوب هم نمونیم که آتش داغ شود و بچه باشه دیده خوب بفهمد. یعنی دیگه برنج خودم ما یک 2-3 ساعت پیش تر کردیم که دیگه خوب هم تخص شود. یعنی طرف ما یک زرچوبه، زیره، دیگه می مرچ خشک و مرچ سیاه، افت مساله اینا رو همیشه داریم دادیم. اینا رو ما می‌ذاریم که دیگه از خوری لیمون این طرف هم گوشت آماده کردیم دیوالی. خیلی خوبش می‌ریزیم. بسم الله. شون بقیه لازم می‌ذاریم. این یخنی را سرشون بسته می‌کنیم که تیار شود. یک دفعه نگاه کنیم چه رقم شده. دیگه کم دیگه بمونه. بعد خب این طرف برنج خدا وکش بکشم. خب بسم الله برنج هم بکشم. نه اتلیت خلاص بس نه کنم. نه بس دیگه خالی میمونه. دیگه برنج زیرش هم چرب میکنیم. مقدار باشه که زیر برنج دیگه همه قد خوب است. خب دوستان اینجا برنج هم میگذارید لایه لایه میذارید. یک لایه برنج، یک لایه گوشت، یک لایه برنج و بعد گوشتش میذارید. بعد گوشت نه اصلا چون ناش دوستان یک لایه برنج پاشیدیم. الان گوشت هم میگیریم. گوشت فقط آبش مندم. آبشم به سرش میزیم. الان برنج خودم میریزیم سرش. الان هم آب گوشت سرش میریزیم. اما چی یخنی ده، یخنی گوشت سرش میریزیم. نهاش داشته بخیم سرش اونقدر که زیر بالای برنج بگیره خب کافی است یخنیشم. الان هم سریع میبندیم. الان سرم میبندیم چلش. حالش میبندیم. تمام. یک 20-30 دقیقه میمونیم خوب دم میکشه. یک 10 دقیقه ولی شعله حرارت متوسط میکنیم. بعد دوباره شعله کم میکنیم که خوب دم بپزه دیگه. دوستای دیگه خدا میبینیم. تلفن است. بسم الله الرحمن الرحیم. بسم الله الرحمن الرحیم. چی شده؟ چی شده؟ عالی.
خیلی خوشمزه آمده. قابلی پلو بدون زردک و کشمش. بزنید که کردن کنید. ما را حمایت کنید، فالو، لایک و سابسکرایب کنید چینل ما را تا از ویدیوهای بعدی ما آگاه شوید. یعنی گوشتایش خیلی سرخ است.